فرزانه قلندرزاده خواهریم حامد اقبال صدرالدین دادم برای ترا نصیحت کردن رفته بود که مثال او را نمیدونم یک ماه هم نگاهش نکردی که او کسل بود مثال او داشت گپی زدگیش حلال نمیفهمید خیلی همینجا با امیدی تشیده برو مدرف تو را بردی در یک لگر در پناه به خدا گفتی و سپاریدش در یک دولتی بگونه در یک آدمای بگونه سپاریدش و رو به رحم خدا برآمدی برفتی یک دولتی دیگه همو مونده همو دادره که مثال هم بچهش که صنف 11 میخوان همو وقتی که رفته بودن با اوقا کسلیاش با اوقا بیماریاش همراه مثال همو گودک میده نگاه کرد دسته کارای تر دادم رفت با یک کسل زد که هزار بار پشیمان شد چند بار آسین دو درام گشت ایفته که مرا جای خودم بریم خیزن خونه خودم بریم با همون جاگاه کسلش چند بار گفته جان که پشیمان شدم اومدگیم تو را کار کردی که خیزه همینجا برو مدرف مثال ما دو درای باید نوک سوارکه و باید فوندامی ریزی و باید خونه سوز کنی خیستن خونه و در آباد کردن ای دسته نمی گپای تو خیستن ترک خونه و در کردن همشون برو مدن ملک بیگونه را وطن کردن خدا میدونه او با چی عذابا میکشن هم ملک غریبی خیلی نه 100 مینت علتت میکنن 100 گپت میگن او دا چی عذابان خدا میدونه دادم آدمی بود که خدا دیا برآمدت گفتی که اگر یک از گپی گندش هم میگفت با خنده جوابش هم میداد 18-19 سال خطش دم مثال ندیدم که در یگان برآمدش تاجیکستان هر گپ نه برات گفتگی بوده در چند کسا میشنوم که همون سالای 90 بوده از چند بوده از خیلی وقتا من نبودم همون وقتا گفته است که ما خود ما خطا کردیم خطاگی ما نفهمیدیم پیمان نیست و کار میکرد فرهمندش کار میکرد مثال همون دو درای خودم خیلی مثال اکا ساداتم سوارکا میکرد اوش مثال سترویکا کار میکرد جا میکردیم خیلی خونه کلان بود کوارتیره میشینون امی ایسو سرس روزی ما نمیافتیم میتونستم برام رنگی تو یک از پول کلان بگیره و بازیدی دولت بخیزه مثال آدم چنی دهنش نولشه میگیره ای دهنش کلانتر چی در کار تا اگر خدیل مردانوار میداشتی اول پدر تا مثال نگاه میکردی پدر تا میبردی گو روچوش هم میکردی رو برحم خدا پرتافتش ای عالم گذشت ای همه دا چیزی قیمتی ما همو بود گذشت وقتی دادرم نقل میکنه سر دهنش همش پر خون بود دولت نیست که مثال مرده یک کسی دیگر را فکر کنن یا که بگن که خیلی ها مثال بشوی میشه همش سر دهنش آخوشته خون بود او را بردن در مرگ یک هفته استاد و چه من زبان او دولت نمیدونست یک هفته دراز او اداره با اداره گشته پول کافته تل بیده مرده دادم ای مرگ خرید گرفت برآورد پیمانه که مثال باید مردشو را در اونجا میخریدین او نخرید خودش درآمد همو گودک همو مرده را شوشت رفت خودش گور کند برد او رو چو کرد اقلا مایلی نگاه نکردی اقلا فکری پدر تا نکردی خیلی گذشت که فکری ما را نمیکنی همو مرده پدرم 100% باوری دارم که آرام نیست کاری که همون مرده پدر مقلم بیاریم در همین تاجیکستان خیلی ما گورانیم از سر جنازش کنیم و آن همی حکومتی که تو گندش میکنی مرده پدر ما میاریم با بسری بلند گورو چوش میکنیم جنازش میکنیم از سر صدقه هم قطنجی و امانی همین تاجیکستان خیلی ما کند